اگه امروز احساس میکنی گیر کردی، اگه فکر میکنی زندگیت همون چرخه تکراریه، این حفادت ذهنی واقعا میتونه مسیرت رو عوض کنه. چیزهایی که هیچ کس تو مدرسه بهت یاد نداد، ولی دقیقا همون چیزهایی هم که آدمای موفق هر روز انجامش میدن. عادت اول، مسئولیت 100% زندگی. تا وقتی فکر میکنی دیگران باعث مشکلات تو شدن، همونجا قفل میمونی. وقتی میگی تقصیر خانوادمه، تقصیر شرایطه، تقصیر جامعه است، در واقع داری قدرت رو از خودت میگیری. آدمای موفق یک چیزو خوب میفهمن: هیچ کس نمیاد نجاتت بده. خودت قهرمان داستان خودتی. وقتی مسئولیت رو کامل قبول میکنی، ذهنت فرمانتون رو پس میگیره و از همون لحظه شروع واقعی آغاز میشه. عادت دوم، ذهنیت رشد نه ذهنیت ثابت. یه عده فکر میکنن آدم‌ها یا باهوشن یا نیستن، یا توانمندن یا نیستن. این میشه ذهنیت ثابت. ولی آدم‌های موفق یه چیز دیگه باور دارن: هر چیزی با تمرین و پشت کار بهتر میشه. بدن بهتر میشه، روابط بهتر میشه، پول بیشتر میشه، اعتماد به نفس ساخته میشه. از امروز وقتی با چیزی مشکل پیدا کردی، به جای نمیتونم بگو الان نمیتونم ولی یاد میگیرم. این یک جمله کوچک زندگی‌های بزرگی رو عوض کرده. عادت سوم، تمرکز روی حال نه گذشته و نه آینده. بعضیا کل زندگیشون تو گذشته گیر کرده، بعضیا هم توی آینده زندگی میکنن. اما واقعیت، آدمای موفق فقط توی یک لحظه زندگی میکنن، الان. نه حسرت دیروز رو میخورن، نه از فردا میترسن. هر روز میپرسن الان یک قدم کوچیک چیه که میتونه منو به جلو ببره. همون یک قدم کوچک بعد 1 سال میشه یک مسیر طولانی. عادت چهارم، سکوت ذهن و جنگ با حواس پرتی. دنیا پر از سر و صداست، نوتیفیکیشن ها، شبکه‌های اجتماعی، نظر مردم. اما یه حقیقت تلخ است: ذهنی که همیشه شلوغه هیچ وقت نمیتونه عمیق بشه. آدمای موفق روزی چند دقیقه برای خودشون سکوت میسازن. نه مدیتیشن سخت، نه کار عجیب، فقط 5 دقیقه سکوت، 5 دقیقه نفس، 5 دقیقه فکر کردن درست. باور کن همون 5 دقیقه ذهن رو از 0 به 100 میرسونه. عادت پنجم، مدیریت انرژی نه مدیریت زمان. آدم‌هایی که میخوان همه چیز رو یک جا انجام بدن، وسط کار میبرن. چون مشکل اونها زمان نیست، مشکل انرژیه. آدم‌های موفق میدونن وقتی انرژی داری کار سخت رو انجام بده، وقتی خسته‌ای سرعت رو کم کن، ولی وای نسا. ذهنی که انرژیش رو درست خرج کنه 1000 برابر از ذهنی که فقط دنبال برنامه‌ریزیه جلوتر میفته. این خیلی ساده است. عادت ششم، انتخاب محیط درست. ذهن تو نتیجه 5 نفریه که بیشتر از همه باشون حرف میزنی. اگه دور و برت آدمای منفی هستن، آدمایی که هیچ هدفی ندارن یا فقط غر میزنن، طبیعیه که تو هم به همون سمت کشیده بشی. آدمای موفق محیط ذهنیشون رو عوض میکنن، نه لزوما آدمها رو حذف کنن، ولی یاد میگیرن فاصله بگیرن و ذهنشون رو با محتوای درست، کتابهای درست، آدمهای درست تغذیه کنن. عادت هفتم، شروع کردن حتی وقتی کامل نیستی. بزرگترین دروغ ذهن اینه که وقتی کامل شدم شروع میکنم، ولی حقیقت هیچ کس کامل نمیشه. آدمای موفق قبل از اینکه آماده بشن شروع میکنن، میافتن، بلند میشن، اشتباه میکنن، ولی ادامه میدن. شروع نکردن یعنی هیچ وقت تغییر واقعی حس نمی‌کنی. شروع کردن حتی کوچیک یعنی ورود به مسیر تغییر، و مسیر تغییر همیشه بهتر از ایستادن در